اشکان سلیمانی عزیزم اینجاست کنار ما و قراره که باز یه جای جدید رو بهمون معرفی بکنه. اشکان جان اول سلام، صبحت بخیر. سلام خدمت شما آقا مهدی و تمام شنونده‌های خوب جوان ایرانی. سلام، امیدوارم اول هفته خوبی داشته باشین. عزیز دل ما، بدون مقدمه میخوایم بریم شمال شرقی ایران. خیلی مکان‌های گردشگری قشنگی در ایران داریم که از اون ناشناخته باقی مونده. اجازه بدیم سید عزیز بریم خراسان رضوی، مشهد مقدس. سلام میکنم با آقا امام رضا. و چقدر این استان جذابه، چقدر جاذبه گردشگری داره. بزرگترین جایی که اکثر مردم و تمام شیعیان میرن بازدید میکنن، حتی غیر از شیعیان، حرم امام رضا علیه السلام هستش و بعدش مسجد زیبای گوهرشاد که چقدر معماری این دو اثر زیبا قشنگه. فوق العاده است، فوق العاده است، فوق العاده. من 4-5 بار رفتم در کودکی، 2 بار مرحوم پدرم ما رو برد. آره، و مشهد قدیم رو دیدم، مشهد جدید رو دیدم. خب خیلی متحول شده، مترو زدن و خیلی گسترش پیدا کرده و شهر خیلی قشنگه. چقدر جاذبه گردشگری داره. عذرخواهی میکنم اگر چیزی از قلم میفته، انقدر این استان بزرگه و بخوام همینطور دونه دونه هم بخونم زمان کم میارم. خانه‌های تاریخی نشان از اصالت و هویت هر شهری دارن که قدمت و فرهنگ و تمدن هر سرزمینی رو به رخ میکشن. اینکه ما خونه‌های تاریخی رو میخوایم بگیم به شما، اولا چقدر معماری 2 خونه تاریخی که در دوره قاجار ساخته شده، یکی خونه داروغه است و یکی خونه توکلی و یکی خونه ملک، چقدر زیباست آقا مهدی. حتی اگه نمیرید تو رو خدا تو بستر اینترنت جستجو بکنید و ببینید معماری خاص این بناها چقدر اون موقع وقت میذاشتن. من مخالف مدرنیته یا مدرن بودن نیستم، ولی جای سنتی رو خیلی دوست دارم. مثلا آره، بازار عباس قلی خان در مشهد، من عاشق بازارهای تو در تو هم که بوی ادویه و اینا پیچیده اونجا، پارچه فروشا و کفش فروشا. این بازار سنتی تبریز، این بازار سنتی شیراز خیلی حالمو خوب میکنه. اینم بگم که تو وقتی میای و وارد برنامه میشی اشکان، تعداد پیام هایی که به دستمون میرسه ناگهان افزایش عجیب غریبی پیدا میکنه. ممنونم، مرسی از شما و انرژی شما و آقای حسنی. تشکر میکنم از همه شنونده‌های خوب که همیشه به من لطف داشتن. خب ما در خراسان رضوی خیام رو داریم، عطار رو داریم، کمال الملک رو داریم، دره هفتقار نیشابور رو داریم، برج کرات تایباد رو داریم یا میل تایباد، یه میل کجه که به برج پیزا ایتالیا هم شبیه، برای مثل فانوس دریایی بوده. خب در قدیم مسیریاب نبوده، در قدیم جاده نبوده، از این رو میدیدن که بعد مسیر رو چجوری ادامه بدن. مشهد از گذشته خیلی شهر مهمی بوده، سر مسیر بوده، همسایه ترکمنستان و افغانستان و هرات بوده، اینا کنار همن و گذرگاه بوده و مسیر جاده ابریشم بوده. همه اینا اهمیت این شهر بزرگ و این استان رو به ما میگه. خب قبلا استان خیلی بزرگی بود، در تقسیمات کشوری به 3 قسمت تقسیم شد: خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، که شما هر چقدر وقت بذاریم و برین این جاذبه ترقبه رو داریم ببینید باز کمه، چون ترقبه رو خاطره ازش دارم، از اون پاییز زیباش و رودخونه‌ای که تو مشهده و شاید اصلا شما فکر نکنید همچین جای زیبایی در نزدیکی مشهد باشه، ولی پر از رود و دره و باغ و جای زیبا و دیدنی. خیلی عالی، خیلی ممنونم. خب جواب سوال رو هم بگو، هم که فرستادن درست فرستادن. آره، مسجد چوبی نیشابور که در ساخت 40 تن چوب به کار رفته، سال 1379 ساخته شده. نماش خیلی زیبا و جذابه، در برابر 8 ریشتر زلزله مقاومه و شما 900 کیلومتر در تهران فقط تا مشهد فاصله دارین. آره و خوش میگذره دیگه. خیلی عالی. مشهد مقدس و مشهد بزرگ خوش میگذره. اشکان خیلی ممنونم ازت. زنده باشی. ممنونم. قربونت، خداحافظ.